بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالله هستم از اصفهان، از کشور عزیزم ایران. یه خداوند در کلام الله در قرآن مجید کلا مثال های مختلفی میزنه برای هدایت بنده هاش. حالا من یه مثالی میزنم یا یه چیزی میگم انشالله که مردم در دوست دارم مردم شیعه کشور عزیزم یا هر جای دنیا هستن یه ذره فکر کنن. الله خالق جهان هستی مهربانترین مهربانانه، یعنی مهربانترین خدا پیدا نمیتونین کنین و ذره مثل یه سر زنی که بره تو دریا بیاد برات چقدر آب میگیره، ذره از اون مهربانیشو به مادرمون به هر مادری داده. مهر مادری بهش میگن که مادر مثلا خیلی عزیزه واسه هر کسی، بچه هاشن واسه اون مادر خیلی عزیزه. حالا اینه برای شیعیان میگن که مثلا میرن پیش اماما یا برای امام حسین خودشونو میزنن، زنجیر میزنن، قمه میزنن، انواع مختلف کارا رو میکنن که اون امام یه چیزی بهش بده. درست. یعنی اون امام که شما میید خودتون میزنید، سینه میزنید، قمه میزنید یا مثلا یه چیزی بدون بدید، یعنی اون امام انقدر ظالمه که شما باید خودتون رو بزنید تا یه چیزی بدید. حالا این مثال رو برم رو مادر. مثلا شما کدوم مادری واقعا فکر کنه، شیعیان عزیزای هموطن عزیزم، فکر کنید شما برید پیش مادرتون یه چیزی بخرید از مادرتون، شما باید مثلا ناز و نوازش اومده میکنید، چاپلوسی اومده میکنید، مامان مهربونم عزیزم فلان بساد، مادرتون یه چیزی بدون میده. یا اگر رفتی مثلا یه چیزی بخواید مامانتون بخواید 100 تا مثلا پول بخواید بگیرید، برید سر مغز خودتون بزنید، با چاقو تو سر خودتون بزنید، اون مادرتون اصلا تازه عوض که به دست قش میکنه که چرا داره خودتون میزنی جلو من. پس یه ذره فکر کنید. یعنی اماما میدونم انقدر ظالمن که شما باید درخواستی که ازشون میخواید باید خودتون رو بزنید تا چیزی بهتون بدن. یعنی حتی اندازه مادری شما مهربونی تو وجودشون نبوده مثلا. حالا کار به بودن نبودن امامات اینا اصلا نداریم. حالا این فکر رو بکنید. شما حتما باید برو جلو ما هر کدوم نمیشنوید برید برای مادر خود مثلا یه چیز مادر رو میخواید برید قبل شما خیلی خواستتون رو خودتون رو بزنید، ببین مادرتون چه حال بهش دست میده. ببینید اگه با تعریف و تمجید مادرتون نمیتونید چیزی بگیرید، فکر نکنم اون ظالم ترین مادرام که باشن تو دنیا وقتی به چیز بره چیزی بخواد باید مادرشو مثلا فرزندش باید خودشو بزنه، حالا یا سینه بزنه یا بزنه با چاقو قمه تو سرش یا با زنجیر خودشو بزنه تا مادر چیزی بهش بده. قطعا اینجوری نیست. حتما اگه رفت چاپلوسی مامانش کرد، تعریف و تمجیدش کرد، بالاخره یه القابی خوب بهش داد فلان داد، مامانه راحت‌تر راقب شده. اما اگه برای خودش بزنه تازه مادره زودتر قبل خودش خواستید ببیده تا قش میکنه. یه ذره فکر کنید درباره اعمالی که انجام دید. انشاءالله که خدا همه مردم سرزمین کشور ما، همه وارث زمانان، همه سرزمین مردم کشور ما خدای خودش نور هدایت قلب همه بتابونه انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. و من تشکر میکنم از این عزیز اصفهانی که با این لهجه شیرین صحبت کردن.